انقدر بهم گفتین دستور تهیه کیمچی رو بذار که خودم تصمیم گرفتم آستینا رو بالا بزنم و دست به کار بشم. برای درست کردنش از این کاهوچینی‌ها استفاده کنید. از وسط نصفش کنید، هر نصفش هم دوباره نصف کنید و 4 قسمتش کنید. حالا یه ظرف بزرگ بیارین کاهوها رو بذارید داخلش و شروع کنین لابلای برگاش و نمک بپاشین. برای یه کاهو متوسط یه قاشق غذاخوری نمک کافیه. وقتی تموم شد روش یه لیوان آب بریزید، بذارید کنار تا 2 ساعت استراحت کنه. یه دسته کوچیک پیازچه رو به اندازه‌های متوسط خورد کنید. حالا برای درست کردن سسش 1/4 پیاز، یه تیکه لبو که به سلیقه خودم اضافه کردم، یه تیکه کوچیک زنجبیل، 10 عدد سیر، یه پیمونه سس ماهی رو بریزید تو میکسر رو بذارید حسابی میکس بشه. یه قاشق غذاخوری آرد رو توی لیوان آب سرد حل کنید، بذارید روی حرارت تا حسابی قوام بیاد. حالا 2 تا لیوان فلفل قرمز رو با موادی که از قبل درست کردید حسابی میکس کنید. یه قاشق غذاخوری نمک و یه قاشق غذاخوری شکر بهش اضافه کنید. پیازچه ها رو بریزین توش و حسابی هم بزنید. بعد از 2 ساعت کاهوها نرم میشن. دوباره با آب سرد حسابی بشورینش تا نمک کاهوها از بین بره. دستکشاتون رو دستتون کنید، بیافتید به جون کاهوها، دونه دونه برگاشو اینجوری سسمالی کنید. این فلفلی که من استفاده کردم تنده، ولی اگر شما میخواین طعمش رو متعادل تر کنید میتونید از فلفل قرمز شیرین استفاده کنید. وقتی همه کاهوها رو به مواد حسابی آغشته کردین اینجوری بچینید توی ظرف مخصوص. اگر سس هم اضافه آوردید دوباره بمالید روی کاهوها. من امضای خودمم پای این کیمچی انداختم و یه مقداری انارم بهش اضافه کردم. درشو ببندید بره تو یخچال، 2-3 روز بعد آماده خوردنه.